امروز کمتر درباره مومنت اینرتسیا گپ میزنیم. مومنت اینرتسیا. انا مومنت اینرتسیا ای اساساً انا با مانند ماسه های در حرکت نقطه متریال در وقتی ما حرکت می‌آموزیم معیار اینرتنوکی میشود ماسه یا اینکه بزرگی فیزیکی که با شتاب یعنی وقتی با جسم شتاب دادن میشوند بزرگی فیزیکی که با انا همه شتاب جسم مانع حاصل میکنن این ماسه های یعنی ماسه این بزرگی فیزیکی هست که مانع حاصل میکنه که جسم شتاب بگیرد و یعنی معیار اینرتنوکی جسم رو ماسه مینامند. اما مومنت اینرتسیا باشه این بزرگی فیزیکی که مانع حاصل میکنه مانع میشه با شتاب کنجی برای شتاب کنجی بخشیدن به سیستم این مانع حاصل میکنه. اما درجه قوه مومنت قوه را مینویسیم. یعنی مومنت اینرتسیا ما میتونیم بگیم که معیار اینرتنوکی جسم در حرکت چرخ زننده است. یعنی بزرگی فیزیکی که با شتاب کنجی پیدا کردن جسم سخت مانع حاصل میکنه این مومنت اینرتسیا. انا مومنت اینرتسیا این نقطه متریالی را اگر ما در نظر بگیریم مومنت اینرتسیا اصلا نسبت به یگان تیر است. در یگان نسبت به یگان تیر به اعتبار گرفته میشه. فرض کردیم که یگان تیر زد داریم و یگان نقطه متریالی داریم که در اطراف انا همه تیر با یگان سرعت و ماسش ام خیلی سرعت شرط نیست. ماسه انا همه نقطه متریالی ام و مسافه از تیری که ما نسبت به انا همه تیر آموخته هستیم حرکت تو انا همه جایگیر شوی نقطه متریالی اگر ار باشه مسافه ار باشه انا مومنت اینرتسیا انا همه نقطه متریالی میشه که ام ار کوادرات. یعنی فرمولای مومنت اینرتسیا نقطه متریالی است. مومنت اینرتسیا نقطه متریالی و اگر ما مومنت اینرتسیا یگان جسم سخت یافتنی باشیم ما انا همون جسم سخت با چی تقسیم میکنیم با یک چند نقطه متریالی فهمو و فرض میکنیم که از همه در آسانترین از همه در یک مثال آسانترین آورده میتونیم مومنت اینرتسیای میله استرژن نسبت به تیری که از یک طرف گذشتگی یابیم و همین در جسم سخت ما خیلی مینویسیم. یعنی فرض کردیم که اگر ما در اینجا تصویر کنم اینجا یک میله داریم که استرژن یعنی ماسه انا همین میله ماسش ایمای اینجا گویا دو ها را من ایستستم با ما داداش دیگه ماسه انا همین میله استرژن درازیش و ما باید مومنت اینرتسیا انا همین میله را در اطراف تیری که از یک طرفش میگذره از یک نوگی میله میگذره یعنی یکم تیری زد یابیم. برای این ما همین را با یک چند نقطه متریالی تقسیم میکنیم. یعنی با نقطه های متریالی خیلی خود یعنی اینجا ما میگیریم که اینجا اول ما یکم تیر x وارد میسازیم تیر x و ما میدونیم که کوردینات این نوگی میله نولای هم کلاس نول کوردینات اینجا باشه l هم کلاس های و ما همجا ما میگیریم یک قسم خوردی انا همین میله را میگیم انا همین ماسه همین قسم خورد dm و درازیش dx ما تیر x وارد کردیم کو درازی انمی dx همون فرض میکنیم که میله مون میتونه سیلندری باشه میتونه که چی بوریش انا همین بوریشش چهارکنجه باشه راست کنجه یا کوادرات در اون فرق نداره. اگر راست کنجه باشه بوریشش اگر راست کنجه باشه مساحت همین ما میگیم که یگان اس بوریش اگر راست کنجه باشه میگیم مساحتش اس و نه که با ما ماسه و در روزی معلومه ما باید مومنت اینرتسیا یابیم. انا ما میگیم که ما ماسه خورده که ماسه الیمنتری ماسه خیلی خورد ماسه به آخر خورد نه یک ماسه خیلی خورد نظر به خود ماسه انا همین چی یعنی مثلا هم قدر خورد میگیریم که تقریبا نمیره نقطه متریالی حسابیده میشه و همین در مسافه x قرار داره در مسافه x قرار داره از انا همینجا x
بیرون اینجا برسن. همین در مسافه x قرار داره از تیر چرخزنی. پس ما میگیم که ان همین مسئله الیمنتری که ما انتخاب کردیم مومنت اینرسیای دی دارم. مومنت اینرسیای الیمنتری دی برابر است و مسئله ان همین نقطه متریالی مسافه از تیر چرخزنی تو ان همین جرا ما گفتیم چیه x کوادرات. اینا نقطه متریالی خیلی بود فرمش. از روی همین ما نوشتیم که ان همین قسم الیمنتری انتخاب کرده ما دی برابر dm x کوادرات شده میتواند. اما ما باید مومنت اینرسیای میله را حساب کنیم. برای همین ما باید مومنت اینرسیای هر یک قسمایی که ما dm که هست از همین 0 تا ال جمع کنیم. یعنی سومای انا همین مومنت های اینرسیا از 0 تا ال. یعنی ما گفتیم که سومای همین مومنت های اینرسیای dm هایی که ما انتخاب کردیم و یعنی سوم کشید این معنای آن را که اینتگرال گذاشتن در کار. اینتگرال میگیریم از هر دو طرف همین. اینتگرال از 0 تا ای که ما باید پیدا کنیم اینجا اینتگرال میگیریم از 0 تا ال. از 0 تا ال. اما الان dm چیه؟ dm ما بنویسیم. dm برابر است با ما گفتیم که مسئله ان همین dm در روزش dx است. اگر ما همینجا یک مفهومی زیچی خطیر اگر وارد کنیم یا اینکه فرق نداره همین را گیریم اگر dm اهمیت بدیم بینیم اگر ما گفتیم مساحتش s dm این مساحتش اگر s باشه در روزش چیه؟ dx s ضرب dx چی میشه؟ حجمش میشه حجمش ضرب زیچیش میکنیم. زیچی را ما میله را این میله چه ادنارات میه میله یعنی یک جنسه های در همه جز زیچی شکل های یعنی لوبای مثال 1 سانتی متر ایجام بریم همون 1 سانتی متر در ایجام ماسش هم قدره در ایجام ماسش هم قدره یعنی ماسه در محیط دروازه یک خیل تقسیم شده که پس ما میگیریم s dx میشه dv یعنی حجم انا همین ضرب زیچی میکنیم چی میشه زیچی ضرب s dx این میشه چی؟ این میشه مسه انا همین چی؟ مسه انا همین الیمنت خوردی مسه ها همین در جمع میمونیم. یعنی می نویسیم که اینتگرال از دی از 0 تا ای میشه ای برابر است با اینتگرال دی ما چی میشه رو اس دومیان x کوادرات dx یا که رو s dx ضرب x کوادرات نه که اصلا dx تغییر آورده اینتگرال در آخر می نویسیم یعنی x کوادرات dx از حدودهاش از 0 تا l می نویسیم ای برابری رو s از زیر اینتگرال می بروید x کوادرات dx میشه درجه x تا زیاد میشه با تقسیم همون یعنی x کوب تقسیم 3 از 0 تا l میشه که l کوب تقسیم 3 s نگاه کنید که جمع چیکار میکنه رو s l یکش هم میگیرم بعد با منویسیم l کوادرات تقسیم 3 فهمو و در اینجا معلوم میشه که زیچی s ضرب l چه مساحت انا همین میله ضرب درازیش میشه حجمش ضرب زیچیش میشه مساش ml کوادرات تقسیم 3 انا ml کوادرات تقسیم 3 اینه مومنت اینرسیای میله یا استرژن میگن نسبت به تیری که از یک طرف گذاشته و اگر ما بگیم که مومنت اینرسیای میله نسبت به تیری که از مرکزش گذاشته یک تیر باشه که از مرکز میله گذاشته باشه نسبت به دیگه خیلی میشه و اگر ما جسم سخت داشته باشیم مومنت اینرسیا نسبت به مرکز اون جسم سخت ایت باشه ما داریم فرمای گیوگنس تئورم گیوگنس شتاینر که میگه که انا همه ایت جمع ام د کوادرات برابر ای زد چیزی که از اگه قسمی انا همین جسم سخت گذاشته نسبت به انا همون تیر مومنت اینرسیا برابر بشه با ای سی مومنت اینرسیا نسبت به مرکز مساش
همون جسم جمعی ام د کوادرات د مسافه از مومنتی از مرکز انا همون جسم ساخت تا تیری که ما نسبت به انا همون تیر مومنت اینرسیاش گفته است. مثلا اگر ما نسبت به تیر زد یافتیم ما اگر نسبت به مرکز سرج یافتنی باشیم ما می‌نویسیم که ای سی برابری ای زد مینوسی ام د کوادرات د مسافه از انا همین تیری که ما گفتیم تا مرکز انا همین سرج یعنی ال تقسیم ده فهمو یعنی ای زد هم یافتیم الکی ای برابر است با ای زد چنده ام ال کوادرات تقسیم 3 والبس ام ال کوادرات تقسیم 3 طرحی اینه مساج د چی ال تقسیم 2 مسافه از چی تیری چرخانی تو آنها مجرد ام ال تقسیم 2 کوادراتش میشه ال کوادرات تقسیم 4 ام ال کوادرات تموما الان برابر میشه با خیلی ام ال کوادرات تقسیم 12 اینا میتونستیم که این خیلی حساب کنیم یعنی نه تئورم نام داره تئورم گیوگنز شتاینر و این خیلی میتونیم حساب کنیم یا که میتونیم که دیگه خیلی حساب کنیم نگاه کنیم با همون چیز با آن همون یک تیر دیگه اضافه یعنی حاجی من اینجا تیری که وارد میکنیم این تیر نیست فهمیدی نه یعنی مثلا علاوه میگم یعنی انا میلا با همون شرایط ماسه و درازش معلومه باید نسبت به مرکز تیری که از مرکزش میگذره انا می تیری زد یکی این دیگه تیره بیا خیلی زد اشتراک میدم نسبت به همین چیز موبایل مومنت اینرسیا رو ببین با همون خیلی یک ماسه الیمنتری دی ام انتخاب میکنیم درازش دی ایکس ای تیری ایکس ای خیلی روونه میکنیم از چپ به راست اینجا نول میگیم این اینجا چی میشه مینوس ال تقسیم 2 مینوس ال تقسیم 2 هم خلاص اینجا چی میشه ال تقسیم 2 یعنی ما چیکاری که در همینجا کردم همون کارو میکنیم فقط این حدودهای اینتگرال ای مینوس ال تقسیم 2 تا پلس ال تقسیم 2 میرود یعنی ای برابر میشه با اینتگرال رو اس میبرویا خیلی بیا رو اس x کوادرات دی x ای مینوس ال تقسیم 2 تا پلس ال تقسیم 2 و اینجا برابر میشه با رو اس ال تقسیم 2 در کوب چی میشه ال کوب تقسیم 8 میشه ال کوب تقسیم 8 مینوسی حدود پایانگی نه خودش مینوس داره اگر اینجا کوادرات نبود ما میگفتیم که کوادرات با مینوسش وابستگی نیست یکی کوبه همین برای همون مینوس میشه با همون ال کوب تقسیمی هم خیلی تقسیم 3 چه تقسیم 3 آها تقسیم 3 داره با هردش ال کوب تقسیم 3 کو ال مو x کوب تقسیم 3 x مو ال تقسیم 2 در کوب میشه 8 این 24 میشه هم خلاص و این مینوس که بود کو مینوس که حدود بلوگی پایانگی را میگیریم فرمول نیوتن لایبنیتس قطعی این مینوس میشه پلس اینجا بازار 23 داریم خیلی هم خیلی این میشه که با همون چیز ام ال کوادرات تقسیم 12 خلاص اینجا 24 جمع 24 یعنی ما گفتیم که همه هم با همون نتیجه ما را آورده میرسونه اینجا 12 پیدا میشه و یا ال اودا میتونیم با میشه که ام نه 24 یک تقسیم 24 جمع یک تقسیم 24 میشه یک دو تقسیم 24 یک تقسیم 12 ام ال کوادرات تقسیم 12 نه بود درباره یکی از مثال های عادی‌ترین یعنی چی گفتیم میلا استرژن انا بو هسته مومنت اینرسیا یکم حلقه رادیوسش ار چون ما میگه که یک حلقه هسته خیلی فرق نداره ولی دیسکش با عدل نه یعنی ما میگیم که اینه اگر قفسی حلقه یکم اش باشه همین اش خوردی رادیوس چه رادیوسش و ما فرض کردیم که باید همین مومنت اینرسیا را نسبت به تیری که از مرکز حلقه میگذره
ما همین تیری زد وارد میکنیم نسبت به آن همین تیر ما باید جوابیم این حلقه اینه اش خورد ارائه یعنی ما ایره با اعتبار نمیگیریم وزیرشتا اگر با اعتبار بگیریم چی میشه خیلی باز همون کارا میکنیم ما میگیم که یک تا ماسه را انتخاب میکنیم یک تا درازیش DL ماسه DM و مومنت اینرسیاش میشه که DE برابر است با آن ماسهش DM مسافه از مرکز تو آن اونجا را R کوادرات او بود L کوادرات چی نکنیم فکر نکنیم R کوادرات چی ما الان DL مون اگر چقدر که باشه ما سوم بگیریم همین R تغییر نمی‌کنه تو دل خو انا همین مساوی که ما انتخاب کردیم در دل خو نقطه انا همین حلقه انتخاب کنیم مسافه از تیر تو همونجا به این هم اره فرق نداره یعنی ما این DM همین هستیم DM چیه DM مثلا انا همون ما میگیم که DM این میشه که مساحتش فرض کردیم ضرب DL ضرب چی نه مساحت ضرب چی ضرب چیش اگه در جمع میمونیم نه جمع نیستیم دوامتون DE بیاین اینجا دمو خط بکشیم که هیچ چیز عدل نیه DE برابر است با DMش چیه رو اس اول دا می نویسیم DL خیر کوادرات هم دا اول می نویسیم میشید نه که وقتی ما انتگرال میگیریم بیو رو اس ار کوادرات انتگرال DL اینجا اگر نول بگیریم یک رو چرخ زنیم در روزی ما چی میشه 2 پی ار یعنی ای نول تو 2 پی چی کدوم این همی اری کلام هم خلاص این برابر است با این دی ال میشه خیلی یعنی 2 پی ار این انتگرال میشه 2 پی ار فهمون ای دی ال میشه در جای ال حدودی بالگی نمیمونه حدودی پایینگی نول تمام رو اس ار کوادرات ضرب 2 پی ار انا که رو اس ضرب 2 پی ار چیه؟ حجمش ماسش این ماسش میشه که رو اس ضرب 2 پی ار در روزی همی ضرب مساحتش حجمش میشه ضرب رو میشه ماسش هم این یا ماسه میشون نه ار کوادرات میمونه میشه ام ار کوادرات اینه دنگ هم نقطه متریالی میشه برای که همشون هر یک نقطه متریالی که ما همین با نقطه متریالی تقسیم میکنیم همشون در یک خیلی مسافت جایگیر هستن فهمون اینه میشه که چی انا حلقه هم خیلی انا که وقتی ما حلقه را یافتیم ما برای دیسک یافتیم ما برای نقطه متریالی میدونستیم همین چیزا همین چیزا استفاده برده برای چی یافتیم استرجین انا وقتی ما حلقه را که یافتیم این چیزا دونستم ما میتونیم که همین چیزا در استفاده بریم در دیسک هم مومنت اینرسیاش بیاریم مومنت اینرسیا دیسک این همینجا ادامه میتیم ممکن که شوه دیسک حلقه فرق شده قدره که دیسک یا پلاستینکه فهمو؟ پابیده بوز میکنن کودکو باز هم نمیکنن باید پیش میکنن اینا با تیری زید ما نمیره با حلقه ها جدا میکنیم میگیم که یه حلقه چقدر جداش میکنیم انا می حلقه خیر است من قدر خوشون آمد نه که ما میگیم که دیسک این عبارت است از مجموعی حلقه ها رادیوسی حلقه ها از 0 تا اری کلون رادیوسی دیسک اری کلون تغییر می‌یابد فهمون او تغییر بیرو آت نگاه کنیم ما میدونیم که اگر این رادیوسی همین حلقه انتخاب کردگی من ار باشه اری مایده باشه رادیوس خیلی همین دیسک اری کلونه انا می چرا پهمیش رفسیش چی میشه د اری مایده هم خلاص پهمیش د اری مایده یعنی دلتا ار بو خیلی هم د ار
یعنی نمیره ما میگیم که دائره پایش دائر انا که ما مینویسم ما میدونم که ام ار کوادرات میشه مثلا همین حلقه انتخاب کردگمون دائم است ما میگیم که دی های نمی حلقه را مینویسم اول یک حلقه را فهمیدین دی برابری مساج دائم است نه که مساج ای برابره با انا می قفسی دیسک ما میگیم که اگم ا دیسک قفسی داره نه که قفسیش نظر برات میتوش با خیلی خورده نه که اگر قفسیش هم خوردم نباشه کو یعنی سیلیندر هم باشه سیلیندر فرض کن وقتی ما که همون بالا دام ولی ببینید فرق نداره در سیلیندر هم فرق نداره یعنی قفسی یعنی همین دیسک انتخاب کردیم های یعنی دی ام ما برابر با ا نه که نه واسطه از اون که ما کدام حلقه را بگیریم کنیم همش قفسیشون اخیلا های فهمیدین هر یک حلقه چه اخیلا داره انا می ضربی مساحت یعنی همین قفسیش ضربی مساحت یعنی همین چی میشه مساحتش میشه که 2 پی ار مایده ضربی دی ار فهمو یعنی قفسیش دی ام چی میشه این دی ام میشه که زیچی رو ا 2 پی ار مایده دی ار مایده این میشه دی ام ولی این دی ام مساحت مساحت انا همین دیسک انتخاب کردگمون ار کوادرات ما گفتیم که مساحت انا همین حلقه‌ای که ما جدا کردیم ای زیچیش ضرب قفسیش ضرب مساحتش یعنی 2 پی ار دی ار انا این مساحتش ضرب ار کوادرات ام ار کوادرات یعنی د ام ار کوادرات انا همین مومنت اینرسیا همین حلقه‌مون اگر برای افتادن مومنت اینرسیا دیسک ما باید همه همه گفتیم که دیسکمون از مجموعی حلقه‌های عبارت است سومه همه حلقه‌هایی که رادیوسشون از 0 تا ار کلون تغییر می‌یابند سومه همه را ما یافتنمون در کار است ای برابر است با این دومی را در حال میبرم ار دومی نیست ار مایده 2 پی ا رو میبرویا 2 پی ا رو میبرویا اینتگرال چی میمونه این یک ار نه دو ار چی میشه ار کوب د ار ای 0 تو ار کلون خیلی نگاه کنیم این میشه که این ار مایده در درجه 4 تقسیم 4 حدودش از 0 تا ار کلون میشه ار کلون در درجه 4 تقسیم 4 در حال ما امیره زمین میکنیم ار کلون در درجه 4 تقسیم 4 ار کلون در درجه 4 انا که ما میگم که 2 پی ار نگاه کنید جمع چیکار میکنم مسای دیسک اول بستین یکم چه خطا نکردیم اول به نه مسای دیسک این میشه که مساحت دیسک ضرب قفسی دیسک ضرب چیش مساحتش پی ار کوادرات میشه ضرب ا حجمش میشه ضرب رو یعنی این ا این کوادرات این اینجا دو تاش هم خیلی پی ار کوادرات ا قطی رو این میشه مسا نه دو قطی 4 اختصار میشن 2 میمونه یعنی میمونه ار درجه 4 آیت 2 تا دیگهش میمونه میشه که ام ار کوادرات تقسیم 4 تقسیم 2 نه ای چی بود ای دیسک ام ار کوادرات تقسیم 2 انا باید چی موند باید چی را بیامیم خیلی چی را یافتن میتونیم انا اگر بگه که مومنت اینرسیای دیسک نسبت به تیر یابین که از مرکز در یکم مسافه ا دور است اینا از مرکز در مسافه ا دور است تیری که از مرکز در مسافه ا دور است نسبت به انا همین تیر بیابین تیر زد ما از استفاده میبریم انا تئورم گیوگنز شتاینر ما میگیم که انا این نسبت به تیر زد این برابر است با این سنتر این نسبت به مرکز اینا ام ار کوادرات تقسیم 2 پلوسی ام دی مسافه از همین مرکز تا همین تیر یعنی ا کوادرات اینا جوابش
تئورم گیوگن سیستم خطی ما چقدر میتونیم نکوزی این قدر چی نیست ما ازی در پلاستیکا را میویم پلاستیکا چرکنیه که از یک طرفش تیر گذشتگه خیلی انا اکنون ما میگیم که پلاستیکا داریم در اینجا دید تطیر را ورید میکنیم انا در پلاستیکا شما میتونید بگید که ما از حاصل اینجا حاصل کردگی اون چه استفاده برام که این پلاستیکا را حاصل کنم مومنت اینرسیا شه نیست با همین تیری که یک طرفش میگذره تیری زد این پلاستیکا یک تختچه گویی تختچه تنک در هم مومنت اینرسیا در بیو میگیم که همین پلاستیکمون اینجا تیری زد های کو اینجا نول میگیم اینجا میگیم که زدمون از نول تا چرا تغییر میوه تو خیلی اشا اینجا تیری ایکس میگیم تیری ایکس مون از نول تا یا ایل تغییر میوه اش ضرب ایل چی میشه؟ مساحت یعنی پلاستیکا ضربی قفسیش میکنیم می حجمش میبره انا که برای پلاستیکا ما میتونیم که از این استفاده بریم استرجی میله یعنی پلاستیکا را ما میدونیم که از مجموعی از شماره خیلی زیادی میله ها عبارت است یا که ما میتونیم بگیم که این پلاستیک شما این مساحت های که مساحت بزرگی سطحی از مجموعی چی عبارت است نقطه های متریالی این مثال این همین از تیر در مسافه x جایگیره این x هم خلاص و از در مثال تیر z در مسافه z جایگیره هم خلاص یعنی این اندازه چیش با سمت تیر x این میشه که dx بلندیش میشه که dz نیکی همی dx dz هم خوردن که ما همی را نقطه متریالی حساب کرده میتونیم فهمو؟ انا با میگیم که نمی مومنت نیست همین نسبت به تیری z این از مسافهش از x وابسته یعنی ما میگیم که مثلا انا همین dm این میشه که زی چی ضربی قفسیش هم یکم میگیم ضربی مساحتش dx dz فهمه؟ و انا این مستش هیفتیم مستش این نقطه متریالی که ما انتخاب کردیم مومنت نیست انا همین نقطه متریالی انتخاب کرده ایمو این میشه که dm x کوادرات مسافه از چی جوگی شوی هنمی تو تیری چرخزنی هم خلاص یعنی di برابر است با dm مو رو a dx dz با x کوادرات هم خیلی کی نه که ما برای ای را یافتن انا ما چخیلی میکنیم برای ای را یافتن ما همه این همین dx هایی که انتخاب کردیم ای 0 تا x جمع میکنیم و این همه شا جمع کنیم چی میشه و یک میله میشه و ای 0 تا x یک طرف غفصی همش dz و همه dz ها را این خیلی جمع میکنیم ای 0 تا اشن یعنی اینجا میشه که انتگرال دکارتا یعنی انتگرال دکارتا از انا همین چیزی که داریم رو a dx dz x کوادرات همون میدونیم که z مون از 0 تا h تغییر می‌یابد x مون از 0 تا l انا حقی نبوده значит ما میبریم از تحت انتگرال رو a را بونه دیو را نبریم رو a را میبریم رو a میمونه انتگرالی ابی هم خیل انتگرال دکارتا از 0 تا h از 0 تا l x کوادرات dx میشه با dz یا که خیلی هم نوشتن ممکنه خیلی هم نوشتن ممکنه ای برابری ایره که با جدا میکنیم ای برابر است با رو a انتگرال dx از 0 تا چی؟
تا L یکم تغییر یابنده DZ اوکی 0 تا H DZ یکم تغییر یابنده نیست که غیر همین DZ خچایه یکم تغییر یابنده دیگه که از Z وابسته هستن وابستگی دارن نیستن انا X با اینتگرالی هم خیلی بودم 0 تا L X کوادرات DX خیلی با حاصل میکنیم که DZ ای 0 تا H میشه خیلی H رو H x کوادرات x کوب تقسیم 3 یا که l کوب تقسیم 3 این برابر است با انا که ما میگیم که زیچی ضرب قفسی ضرب مساحتش چی میشه مساحتش اینه h قطع یک تای l چی میشه مساحت این سطحی هم میشه s میشه این حجمش میشه ضربی مساحتش l کوادرات تقسیم 3 موند یا که ml کوادرات اوکی ml کوادرات تقسیم 3 چیه؟ امی پلاستیکر مرکزش خط پلاستیکر مرکزش بیا تئورم اشتین خطی نسبت به تیری که مرکزش میگذره اصول میکنیم ای با اون بفرم ml کوادرات تقسیم 12 ابراهیم یعنی تیر یکم زد اشتریک ما میگیم که نسبت به تیری که ما یافتیم زد مومنت اینرسیا برابر با مومنت اینرسیا که از تیری که از مرکزش میگذره تیر چی زد اشتریک جمع ام د کوادرات هم خیلی بود نسبت به ای برابر انا که ما ای را یافتیم ای زد اشتریک این برابر است با ای زد من ام ال کوادرات تقسیم مینوسی ام د من چه ال تقسیم 2 است کوادرات میشه که ال کوادرات تقسیم 4 هم خیلی با همون چیز 12 هم خیلی ادنارد نشار انا یک رسم هم با فیلم کلام کشم خطره اینا خیلی تقریبا درست این مرکزی کره ما مومنت اینه یعنی همی کره را یعنی کره‌ای یک جنسه داخلش خلگی نداره زیچیش در همه حجمش یک خیلی تقسیم شده فهمو نسبت به تیری که از مرکزش میره نسبت به هم تیر زد انا تو با گفت شما این همو دیسک یافتنده چی استفاده بردیم دیسک تقسیم کردیم به حلقه دیسک بزرگی ده هیا بگیم حلقه یک ده هیا یعنی یک سیمی که فقط درازش خصوصیت اساسش درازش هست ده پی ار شد دیسک خصوصیتش اساسش مساحت شد یعنی برای چیزی سطحی را یافتن دیسک این چی یک بزرگی سطحیه برای اون وای تقسیم کردیم به بزرگی خطی انا این حجمیه این تقسیم میکنیم با بزرگی سطحی نه یکو را کردیم موجمون این سطحیه یعنی این رو تقسیم میکنیم با دیسک ها فهمیدین؟ همه چند تا دیسک تمام میگیم که همه کره از دیسک هایی که را میتونشون از 0 تا ایر تغییر میاد با ایر تا 0 از مجموعی همه دیسک ها الان خیمه شوه ها ترکیب میوه پس ما اینجا در یک تا چی را وای میکنیم بورید میکنیم یک دیسک هم میگیریم ای دیسک چی بود؟ امر کار تقسیم 2 بودم هم خیلی بود هم چه ای دیسک امر کار تقسیم 2 بود این نقطه را نول میگیم این مرکز این دیسک بریدگی مونه فهمیدی نه؟ مرکز دیسک میگیم از نقطه نول در مسافه زد قرار داره یعنی قفسی انا همه دیسک قفسیش دزت هست دزت فهمو؟ رادیوس یعنی همه دیسک فرق میکنه از رادیوسی کره رادیوس کره مون ایری کلون هست رادیوسی دیسک مون ایری مایده دیدین؟ تا اون بودا رو اساسا ایر مایده شدن میگیره یکی ایر تغییر نمیاد برای ما کش میکنیم که این ایره با واسطه ایر ifade که میگم خیلی دیگه برای ما یک کنج وارد میکنیم یک کنج یکم فی وارد میکنیم و میگیم که
در حال اینجا می نویسیم که R همه روشن آمده شده در ویدیو برای بود کبوته یعنی R برابر است با R سینوس فی. هم خلاص است که R مقابل فی است R سینوس فی. Z هم ما میتونیم در حال نویسیم که Z برابر است با چی؟ R کوسینوس فی. حد Z هم راجع میتونیم یکم خیلی معین کنیم. انا که مومنت اینرسیا انا همه دیسک هم مینویسیم. مومنت اینرسیا انا همه دیسک دی دیسکی ما یک دیسکی خودمون انتخاب کردیم. دی برابر است با ماسه انا همه دیسک چی میشود؟ این میشود که پی ار کوادرات این مساحتش هم خلاص مساحت دیسک ضربی dz قفسیش ضرب زیچیش این مساحتش میشود dm این می dm است با r کوادرات او r کوادرات انا اولی بستیم کو ببینیم اینجا چیکار میشه پی رو r درجهش 4 dz برای ما میگیم که نمی ارمون دومی چیه تغییر بنده وقتی ما اینجا اینتگرال میگیریم از 0 تا اری کالونا زمون از 0 تا اری کالون تغییر نمیکنه از مینوس اصلا بگیریم از مینوس اینه اری کالون تا اری کالونا یا میتونیم که ما اینتگرال بگیریم از 0 تا اری کالون ضرب دیش کنیم دو طرف دارم دو توکلیه یا که از مینوس ار تا ار برای همون جنم اینجا اریمو وقتی در دل خو مسئله دل خو همه اینتگرال گیری در دیفرنسیال گیری در وقتی با یکم تغییر بنده رو بروش دیدن که مثال تغییر بنده شما معقول نیست باید او تغییر بنده را با واسطه دیگه تغییر بنده هایی که به شما معقوله ifade کنید با ما زد معقوله و برای همون یا علاج میکنیم که ار در داخلش غیر زد با یکم چیز دومی دیگه داشته باشه خیلی کنه میکنه یعنی ما میگیم که ار کوادرات این برابر با ار کوادرات ما تئورم فگو مینوس زد کوادرات هم خلاص تمام پس می‌نویسیم دی پی رو ار کوادرات چیه که می ار کوادرات بود در کوادرات ہے اونا ار کوادرات پی رو مینوس زد کوادرات بود در کوادرات بود زد انا تقریبا یک زد ای ار دومی کو رادیوس کورا فهمیدین از همین اینتگرال گرفتن در کار یعنی ما یک دیسک یافتیم برای یافتن تمام یعنی همین مجموع یعنی همین دیسک ها ما میگیم که این مومنت اینرسیا تمام یعنی همین کره برابر است با دتا باز درام میفهمم اینتگرال یعنی همین دی از 0 تا z تا r ای 0 تا r نیک دتا فهمیدین نه یعنی ما میتونیم که یک در نمونیم از مینوس r تا r مونیم خیلی این خیلی قدم میشه ها دنیم کره داره بریم خیلی 0 تا r اینه پیرو را میتونیم که بروریم پیرو چنده مینوس پیرو اینتگرال از 0 تا چی تا r کوادرات مینوس z کوادرات با در کوادرات dz اینتگرال او خیلی نیست برای که همه خواهد تقویم میکنیم اینتگرال سوما میشه سوما اینتگرال ها تمام این اینجا دوام میتونیم در آن اینجا ما ادامه میتونیم ای برابر است با دو پی رو اینتگرال ای 0 تا r خواستم میکشم ا کوادرات مینوس 2ab پلوس b کوادرات dz هم خیلی میشه r کوادرات در کوادرات میشه r درجه 4 مینوس 2r کوادرات z کوادرات هم خیلی شد پلوسی z در درجه 4 این هم خواستیم ما بود dz
یعنی ما میگیریم از هر یک اعضا با الوهیده چی میگیریم؟ اینتگرال میگیریم. ای برابر است با 2 پی رو ای ار در درجه 4 dz ار در درجه 4 دومی است. یک قوس هم میکشم اکی اینتگرال گیره سر میکنم ار در درجه 4 dz میشه که ار در درجه 4 میبروید ای dz اینتگرال بگیریم از 0 تا ار با ار میشه ار در درجه 5 مینوسی 2 ار کوادرات میبروید اینتگرال از z کوادرات به z این میشه که z کوب تقسیم 3 z کوب تقسیم 3 از 0 تا ر کوب تقسیم 3 ر کوبش قطعی میشه 5 یک تقسیم 3 ر کوب در اینجا موندم هم خشید جمعی او z میشه ر در درجه 5 تقسیم 5 برای که z در درجه 4 z در درجه 5 تقسیم 5 از 0 تا ر هم خیلی میشه انا هم خیلی اینتگرال گرفتیم ملکه حدود را مونده ای 0 تا ر انا ای برابر است با ای کوره های هم خیلی است ما هم جای علاج میکنیم که مسای کوره ببرویم مساش با هم خیلی رنگ هر وقت ما باید به واسطه مسا و رادیوس اون مومنتی اینرتسیا را یابیم و ما میگم که مسای کوره ای 4 تقسیم 3 پی ار کوب ضرب رو های این حجمش ضرب زیچیش حجم کوره ضرب زیچیش اما 4 تقسیم 3 پی اکنون که پی را ما گرفتم رو را گرفتم دو را گرفتم یا 4 کردم یعنی از دی زیوتی از دخیم باید کردم 2 پی رو را گرفتم این اینجا یک دی زیوتی از بس که ما علاوه کردم حتی یک 3 زیوتی در مخرج ما باید با همه را با 3 تقسیم 2 ضرب زدم که با پور را رنگی هم میشه یعنی که با ار کوب داره اینجا یعنی از این اینجا ار کوب ما برو وردم فهمو؟ ار کوادرات هم میبرم من اکنون کوب شوردم کوادرات هم میبرم اینجا ایمونه یک طرحی 2 تقسیم 3 جمعی 1 تقسیم 5 مخرج اون 15 میشه 15 طرحی به 5 میرسه 10 میشه قطعی 15 طرحی 10 5 جمعی این چند باید 3 8 میشه 8 تقسیم 15 میمونه دو داخلی اینجا 8 تقسیم 15 ضربی 8 تقسیم 15 اکنون این ایره ما چی گفت بودم مسا ای برابر است با مساش ام ار کوادرات 3 تقسیم 2 مونده اینه یا 3 کرد به 3 با 15 میره 5 میمونه ای 4 تقسیم 5 هم خیلی 4 تقسیم 5 ام ار کوادرات در همجا ما خطاگی ما همه ایکی ما نگاه کنیم ما گفتیم که دیسک گرفتیم از دیسک مومنتی اینرتسیا چیه؟ مسای دیسک رادیوس کوادرات تقسیم 2 ام ار کوادرات تقسیم 2 وجه اصول کردیم اینجا کنی همون چیزمون نیست مساش چی میشه دیسک اینا ما ام ار کوادرات گرفتیم 1 تقسیم 2 مون نیست ما در اینجا بینیم که 4 تقسیم 5 برآمده ما در اول ما مومنتی اینرتسیایی دیسک نویسنی بدیم ما گرفتیم ام ار کوادرات کردیم مومنتی اینرتسیایی دیسک ام ار کوادرات تقسیم 2 است اگه تقسیم 2 داشتیم ما نمیره با اعتبار گرفتن عیاد ما برآمد برای همین اینجا 1 تقسیم 2 داریم و آن همین دومون نیست اینجا 3 تقسیم 4 پیدا میشه 8 با 4 2 میمونه اینجا یعنی همون 2 تقسیم 5 ام ار کوادرات میگذاریم با مومنت اینرتسیایی سفیره دیواراش تونکه یعنی سفیره دیواراش تونکه یعنی غفصی دیوارا نظر به خودی اگر غفصی دیوارا را ما بگیم های خیلی خوله نظر به رادیوسش با هم خیلی یعنی یک ما با دیسک تقسیم کردیم او را با چی تقسیم میکنیم سفیره را با چی تقسیم میکنیم با حلقه حلقه را تقسیم میکنیم
انا یه حلقه را تقسیمش میکنیم و اینجا رادیوس میبریم اری کلون با ما باید نسبت به آن همین تیر بیاریم باز تیر زد باز آن همین مسافه از همین حلقه رادیوس حلقه انتخاب کرده ما اری مایده رسم که کمتر به زیب اومده باشه هیچ گپ نیست انا ایره اگر مو همین اگر مو بینید فی انتخاب کنیم کنج فی اینمی غفصی انا همین حلقه انتخاب کردگی مو میشود که چی میشود کو؟ چی میشود؟ نه کنج دفی میشود؟ کم طرف تغییر دادیم کنجا ایسا به کم طرف تغییر دادمون نمی رادیوس ایجا بود ایش کم طرف ایسا اومد یعنی چقدر تغییر داد ایجاره بعد اینجا اش میگیم دی اش انا همین دی اش برابر است با ایر دفی فهمو؟ بومو میگیریم که ای حلقه چی برو اومده امیر کارت خودیم دی ای برابر است با این از اینجا شروع میکنیم دی ای برابر است با مساش چه میشه حلقه را اکتب غفصی سفیره اول غفصی سفیره ا اینمی دروزی را ضرب دی اش کنیم با مساحتش ضرب مساحتش دو پی اری مایده دی اش من چه هر دفی نه با همینجا کنج خطی آوردیم خیلی بعضی وقت کنج خطی کار کردن کلایه بعضی وقت کلایه نیست این میشه که دو پی ار دی اش مساحت ضرب غفصی ضرب زیچی این مثلا با ار کوادرات اری مایده کوادرات باید اری کلون کوادرات نکنه که با هم مجازیر شو اری مایده کوادرات مسافه از جای نقطه جوگیشه خیلی همو خلاصه رادیوسی خیلی حلقه انتخاب کردگی ما رادیوس کورا نیالی انا که ما امیره فقط انتگرال گرفتن من لازم اما با انا چیز تغییر بنده واسطه به فی ار تغییر میاد خیلی ما میگیم که ار برابر چه ار سینوسی فی هم خلاص انا خیلی اینجا دفی داریم بونه ارمون با ار سینوسی میشه خیلی من اسم دی ای برابر است با دو پی رو دو پی رو اینه ایر داریم بونه اری مایده در کوب داریم اری مایده در کوب این میشه که اری کلون در کوب سینوس کوب فی فهمو؟ ایر در درجه 4 سینوسی کوب فی دفی سینوس در درجه 3 فی دفی هم خلاص؟ دفی کارش رایدم خیلی البته سینوسی باشه این دوره سینوسی فی همه اگم چی نداره انا که ای برابر است با انا انتگرال مون فی مون از چند تا تغییر میوه باز فی مون ما چه گرفتیم اگر ما فی را اینجا را نول بگیریم نول گرد بگیریم در اینجا از ای مینوس پی تقسیم اینجا چیه؟ ای مینوس پی تقسیم میده تو پی تقسیم میده اینجا نول های نول گرادوس اینجا 90 گرادوس مینوس 90 اینجا پلوس 90 مینوس پی تقسیم میده تو پی تقسیم میده خیلی دو پی رو ار در درجه 4 خیلی با همون انتگرال فی من دویمی رو میبرم در حال ما سیامی چی را میبریم ما سیامی اسفیره چی میشه میشه که مساحت اسفیره ایران گیکورا 4 تقسیم 3 پی ار کوب نمیگیریم میدن این بزرگی سطحی مساحت چه میگیریم مساحت 4 پی ار کوادرات میشه مساحت اسفیره 4 پی ار کوادرات ضرب غفصیش ا این میشه چی این میشه که مساحت یه داریم دیدین؟ ما 4 میمونم 4 پی یعنی یه تعداد قرض دارم
تقسیم میکنم، تقسیم 2 میکنم. 4 پی ار کوادرات ایده چه میگیرم؟ این مساوات چی؟ این حجم شای حجمی همون کسلوخش اگر هم را جمع کنیم حجمش هم قدر میشه ضربی رو این میشه مساش ما گفتیم یک کده قرض دارم هم خیلی است آقا اینجا ار کوادرات مون ار کوادرات تقسیم 2 میشه یعنی ما سر جو کردم یک کده قرض دارم موندم ار کوادرات تقسیم 2 اینتگرال یا همش دومی بدن اینتگرال برو بردن در ضمن اینتگرال مون سینوسی کوب فی د فی ما الان اینتگرال حساب میکنیم برای اینتگرال حساب کردن ما چیکار میکنیم اینجا ادامه میتیم یعنی بیا در علاوه‌دگی میایم اینتگرال بعد اینجا میگذاریم یعنی اوزی همین اینتگرال سینوسی در سینوس در درجه 3 فی د فی را حساب میکنیم از 0 تا پی سینوس در درجه 3 فی د فی و اینتگرال از 0 تا پی این میشه از سینوس کوادرات فی ما سینوس در درجه 3 د فی سینوس در درجه 3 فی را ما جدا میکنیم با سینوس کوادرات فی با ضرب سینوس فی د فی اکنون نگاه کنیم در اینجا بین ما از کوسینوس فی دیفرنسیال میگیرم ای کوسینوس فی دیفرنسیال میگیرم چی میشه که از کوسینوس فی دیفرنسیال میگیرم این میشه که مینوسی سینوس فی د فی یعنی دیفرنسیال کوسینوس فی و در اینجا میبینیم که ما سینوس فی د فی را دارم پس سینوس فی د فی را اگر از جا معین کنیم میشه که مینوسی د کوسینوس فی یعنی ما در آن همینجا می نویسیم از 0 تا پی سینوس کوادرات فی را ما عوض میکنیم با یک طرح کوسینوس کوادرات فی از آن عینیت تریگونومتری عینیت اساسی تریگونومتری یک طرح سینوس کوادرات فی میشه یک طرح کوسینوس کوادرات فی و در جای سینوس فی د فی ما میمونه مینوسی یعنی مینوسی طرف میاد د کوسینوس فی یعنی اینجا مینوس همه برورم د کوسینوس فی یعنی ببینید که ما در جای اگر کوسینوس فی مون یکم ایکس باشه یک طرح ایکس کوادرات د ایکس میشه اینتگرال ما که خیلی آسان میشه این برابر میشود با انا از 0 تا پی خیلی میتونیم که بر قوس کشیم این میشه که د کوسینوس فی ضرب یک از 0 تا پی اینتگرالش میشه که خیلی کوسینوس فی یعنی ما گفتیم که کوسینوس فی اگر اگم ایکس بگیم این میشه یک طرح ایکس کوادرات د ایکس هم مقصد اینجا یا را قوس هم میکشیم اگر قوس کشیم د ایکس طرح ایکس کوادرات د ایکس میشه برای ما از د ایکس اینتگرال سوما با سوما اینتگرال برابره علاوه از د ایکس میگیریم با از ایکس کوادرات د ایکس میگیریم از د ایکس یعنی از د کوسینوس فی میشه که خیلی انا همون ایکس یعنی خیلی کوسینوس فی حدودش از 0 تا پی حدودش از 0 تا پی اما درجه ما مینوس یاد ما نمیبریم با طرحی کوسینوسی یا ما گفتیم x کوادرات د x میشه x کوب تقسیم 3 یا اینکه کوسینوس کوب فی تقسیم 3 با حدودش از 0 تا پی هم خیلی خطا نکردین این برابره با مینوسی کوسینوس فی از 0 تا پی این میشه که کوسینوس پی مینوس 1 میشه مینوس 1 حدود بالایی طرحی حدود پایانگیمون کوسینوس 0 1 میشه با طرحی کوسینوس پی مینوس 1 در کوب با میشه مینوس 1 تقسیم 3
یعنی حدودا را موندن اینجا قوس را میگیریم. مینوسی حدود پایانگی میشه که کوسینوس 0 با 1 در کوب تقسیم 3 و در آخر هم اینجا حدودها را موندیم. این میشه که مینوسی 2 این میشه که 1 تقسیم 3 مینوس 1 تقسیم 3 مینوسی با 1 تقسیم 3 میشه مینوسی 2 تقسیم 3 اینجا میشه 2 مینوسی 2 تقسیم 3 مینوسی 2 مینوسی 2 تقسیم 3 همه مینوس خط ضرب میزنیم خلاصه میشه که 2 مینوسی 2 تقسیم 3 این مینوس ایرا مینوس چیکار اینجا هم مینوسی خلاصه اینجا اول پلوس میشه مینوسی با مینوس پلوس میشه بعد با قطعی با مینوس میشه 3 کرده 6 6 تا 2 4 4 تقسیم 3 4 تقسیم 3 یعنی اینتگرال سینوس کوب فی دفیمون از 0 تا پی میشه که 4 تقسیم 3 در جمع بگذاریم علاقه جواب ما میبروید 4 تقسیم 3 را در جای این میمونیم یعنی ای برابر میشه با mr کвадрат تقسیم 2 ضرب 4 تقسیم 3 4 را بین 2 میره وش یک تا دش میمونه که 2 تقسیم 3 mr کвадрат هم خیلی هم 4 بایره این بود مومنت اینرسیای سفره